باران شدیدی می‌بارید. جاده پیش روبانی سیاه بود که در دل طوفان ناپدید می‌شد. هر وزش باد سارا را تا مغز استخوان سرد می‌کرد. او به پناهگاه نیاز داشت. به شدت. در میان بارش شدید شکلی نمایان شد. عمارتی تاریک و با ابهت در برابر خشم طوفان ایستاده بود. پنجره‌هایش چشمانی تهی بودند که هیچ چیز را منعکس نمی‌کردند. با لرزشی سارا به سمت آن تلوتلو خورد. هر جایی بهتر از ماندن زیر این طوفان است. دروازه‌های آهنی با ناله‌ای باز شدند، انگار که پس از خوابی طولانی آشفته شده باشند. سارا با عجله از مسیر پر از الف‌های هرز بالا رفت. صدای قدم‌هایش در زیر باران خفه می‌شد. به درب سنگین رسید. سطح آن سرد و نامهربان بود. با ناله‌ای آرام باز شد و تاریکی‌ای عمیق‌تر از طوفان بیرون را آشکار کرد. سارا نفس عمیقی کشید و داخل شد. هوای داخل سنگین، کهنه و پر از بوی پوسیدگی بود. تار عنکبوت به همه جا چسبیده بود و فقط با حرکت گاه به گاه چیزهای نادیده تکان می‌خوردند. رعد و برق زد و برای لحظه‌ای سالن بزرگی را در پیش رو روشن کرد. سالن پر از آینه بود و سطوح آنها نور زودگذر را به شکل گیج کننده و تکه تکه منعکس می‌کردند. سارا با تردید قدمی به جلو گذاشت و در پشت سرش با صدای بلندی بسته شد. تالار در برابرش امتداد داشت، گستره‌ای غیر ممکن از تاریکی و انعکاس‌های تحریف شده. آینه‌هایی که دیوارها را پوشانده بودند، شبیه هیچ آینه‌ای که قبلا دیده بود نبودند. آنها قدیمی بودند، پشت نقره‌ایشان کدر و ناهموار و خود شیشه تاب خورده و کدر بود. اما انعکاس‌ها بودند که واقعاً او را اسبی می‌کردند. آنها حرکات او را تقلید نمی‌کردند. در عوض آنها تصاویری از چیز دیگری را نشان می‌دادند. چیزی که در سایه‌ها تغییر می‌کرد و نامشخص بود. همینطور که سارا راه می‌رفت قلبش به دنده‌هایش می‌کوبید. سکوت فقط با صدای نفس‌های بریده بریده خودش و زمزمه نرم و تقریباً نامحسوس حرکت از درون آینه‌ها شکسته می‌شد. انگار چیزی از اعماق آنها او را تماشا می‌کرد. چیزی نادیده اما کاملاً از حضورش آگاه. هوا سردتر شد. سرمایی که به نظر از خود آینه‌ها ساطع می‌شد و به استخوان‌هایش نفوذ می‌کرد. سارا با سرعت بیشتری به راهش ادامه داد. او باید از این مکان، این تالار انعکاس‌های زمزمه‌گر بیرون می‌رفت. اما به نظر می‌رسید راهرو بی‌پایان کشیده شده است. دیوارهای آینه‌ای به او نزدیک می‌شدند و او را با سکوتشان خفه می‌کردند. احساس تماشا شدن تشدید شد و لرزشی در ستون فقراتش ایجاد کرد. تقریباً می‌توانست لمس خیالی چشمان نادیده را بر پشت خود احساس کند. وحشت در درونش موج می‌زد. او شروع به دویدن کرد. صدای قدم‌هایش در فضای خالی وسیع سالن طنین انداز شد. تصاویر در آینه‌ها سوسو می‌زدند و با سرعتی گیج کننده تغییر می‌کردند و همه چیز و هیچ چیز را به طور همزمان منعکس می‌کردند. آنها هزار توی ترس بودند. هر نگاه اجمالی زودگذر نگران کننده تر از نگاه قبلی. ناگهان راهرو به اتاقی بزرگ باز شد. آسودگی خاطر او را فرا گرفت، اما ترسی عمیق‌تر از هر چیزی که قبلا احساس کرده بود جایگزین آن شد. اتاق دایره‌ای شکل بود و دیوارهایش با قفسه‌های کتاب بلند پوشیده شده بود. قفسه‌هایی که پر از کتاب‌های باستانی با جلد چرمی بود و همه جا روی هر سطح ساعت بود. ساعت‌های ایستاده، ساعت‌های کوکو، ساعت‌های جیبی که روی میزها پراکنده شده بودند، همه با سمفونی ناهماهنگی از زمان تیک تاک می‌کردند. سارا ایستاد و نفسش در سینه‌اش حبس شد. او در دام افتاده بود. تنها راه خروج راهی بود که از آن آمده بود، از طریق تالار آینه‌ها. اما وقتی برگشت دید که ورودی ناپدید شده است. راهرو، آینه‌ها رفته بودند و دیواری محکم جای آنها را گرفته بود. ناامیدی او را فرا گرفت و تهدید به نابودیش کرد. در حالی که می‌لرزید، نگاهش در اتاق چرخید و روی ساعت ایستاده‌ای که در کنار دیوار دور قرار داشت ثابت ماند.
پاندول آن با ریتمی آسته و حساب شده به جلو و عقب می رفت. هر تیک تاک ضربه‌ای بر سلامت عقلش بود. اما صفحه ساعت بود که او را اسیر خود کرده بود. عقربه‌ها یخ زده بودند و به زمان خاصی اشاره می کردند. 3:07. سپس آن را دید. روی دیوار بالای شومینه با چیزی که شبیه خون خشک شده بود 3 کلمه نوشته شده بود. 3:07 می آید. ترسی سرد او را فرا گرفت و هوا را از ریه‌هایش بیرون کشید. هوا سنگین شد. پر از شومی که به نظر از خود دیوارها بیرون می آمد. صدایی. ابتدا آرام، سپس بلندتر شد. صدای پا. آهسته و حساب شده از پشت سرش می آمد. جرات برگشتن نداشت. جرات نفس کشیدن نداشت. صدای پا درست پشت سرش متوقف شد. چشمانش را بست و خود را برای هر وحشتی که در انتظارش بود آماده کرد. دستی سرد دور بازویش حلقه شد. او منتظر تو بوده. صدایی خشک و سرد در گوشش زمزمه کرد. چشمانش را باز کرد و جیغ زد. پشت سرش در شیشه ساعت ایستاده شخصیتی منعکس شده بود. قد بلند و اسکلتی، چشمانش با نوری سرد و شیطانی میسوخت. و به سمت او می آمد. دستش دراز شده بود. یک انگشت سیاه اشاره می کرد.